کنی بچه ها میرویم. شرف مدیا تقدیم میکند. سلیما دودوبای میبردارد، همه را به اطرافش جمع میکند. میگوید که نفری به او هجوم کرد و به آنها آدمی گریخته ایستاده را نشان میدهد. همین که سلاحداران به آن طرف رفتند، ما به غار در آمده کودکان را خلاص میکنیم. جای کودکان را یافتید؟ بله امکی امید. خیلی خوب پسرم، خیلی خوب. اکنون کی رو برای دویدن میمونیم؟ من میدوم. من تیز دویده میتوانم و همه تل تیپه رو میدونم. همین که زورم نرسید پنهان نشوم. این خیلی خطرناک است زیلان. بگذار. مالش زیلان، با دقت باش. نباید که تو رو دستگیر کنه. زودتر باشه. تنها دقت داریم. زودتر. بیایید رفتیم. خدا یارتان. یلماز ایستا. یلماز. اگر با من یگان چیز رخ دهد، دان که من با تو تنها به خاطر دوست داشتنم خانه‌دار شدن خواستم. کاش مرا کمی هم باشد دوست می داشتی. یاری ده چی شد اون دوست؟ نفری به من هجوم کرد، قدیما را میکوشت. کی بود؟ کی جسارت میکرده ده؟ کنی گویدی کارو کی کرده؟ نوید زودتر! زودتر! شرف مدیا تقدیم میکند. چی گپ است؟ نگوریز! ایستو! زودتر! شما از طرفی راز روید! باشید! نگوریز! زود باشید! بودی باش اما که امید بید زودتر. زودتر اویستا زودتر خواهیر نشد. رفتیم. ایستو دیگر صدای تیر نمیبرد طاهر. زیلان باید تا این وقت می آمد. شد. من مردم دیگر را من میکنم. پیش از آن که به میدان مینه میدارن آنها را باید من کنم. اما که امید شما کودکان را به جای بخواب برید. خواطر نشو پسرم، خواطر نشو. در وادی ماران یک خرابازاری هست. مایلش در همون جا ما میخوریم. مایلش من هم از اینجا میرم. رفتیم. سلاحتان رو به من دهید. اما کار میکنی؟ شما روید. من به قرارگاه برگشته جای دیلو رو میخورم. پسرم تو دیوانه شده ای. چطور به قرارگاه میدروی؟ این فکر را نکن فواد. کنی بچه ها بیاید رفتیم. آیسته کنی گذر دخترم گذر. پراکنده شوید. همه با جایهای خودش رود. بیناموس را پراندم. کی بوده است؟ نمیدونم. از بلندی به زمین افتی. گریختن قماندان، گریختن. آنها گریختن. چطور میگریزند ابله؟ چطور میگریزند؟ با من حمله کردنشان برای گریزاندن این کودکان بوده است. آنها با ما بازی کردند.
کاپیتان کماندو. می آینده؟ بله، تامین ها 10 دقیقه راه مونده است. خوب، آمدن گیرند. تنها آنها ماندن در اختیارمان. یگان نفر اساسی حد نمی ماند. زیلن یلمز زیلن چی حال داره؟ خوب هستی؟ تو را به نقطه تیبی میبرم. نه نمیخواهم. مرا من میرم. تو نمیمیری. حتما نجات میابی زیلن. از دو سر اکا مرا میکشد. اقلا مردنم به دیگران فایده بیارد. اکا هم دستش رو به خون آلیده نکنند. اکا تو را برای چی میکشته است؟ آخر آیله‌دار میشویم، خودت میدانی. مرا نمیخوای. مرا دوست نمیداری. از اونی که با تو خانه دار شده هر روز میمیرم. یک بار میرم بهتر. زیلن تو را دوست خواهم داشت. وعده میدی هم دوست میدارم. با تو در حقیقت خانه‌دار میشوم. شد؟ خودت را به دست گیر. طاقت کن. خودت را به دست گیر. کو رفتیم. تمام. نمیدانم که چی را دوست می‌داری، اما با مهمان هرچی آران می‌خورد. ما شب را روشن می‌کند. یار یار یاره، بیچاره دلم عاشق است. یا دلا یا دلا یار یار یار، بیچاره دلم عاشق است. دلا یار یاره، دلا دلا یار یار، شبها یار شب. چیکار کردی برفین؟ یک طرفی همش را به خاطر آوردم. با همش این رزیل گناهکار است. سینام باید مراد. نکش برفین. یک طرفی طاقت کن زیلن، طاقت کن. شرف مدیا تقدیم میکند. Aman 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 aman
سلاح يخترق. سياستنا كانت بتعتمد على تفريق الناس وزرع ثقافة الرعب بيناتهم. مشان هيك شجعنا الإرهاب والتطرف الديني بالبلد ودعمناه مشان نقدر نبني تنظيمنا على أساس ضعف الآخرين، وخططنا وحاولنا أنه نستغلهم لصالحنا. بس للأسف هذا المخطط كلهم قلب ضدنا. يعني كل شي صار بالعكس. بالأول كنا قدرانين نتحكم بأي بلد بالعالم عن طريق كسب ثقة الناس المثقفين والجامعيين ووسائل الإعلام بالبلد، وهالشي كان يخلي رجال السياسة يشتغلوا لصالحنا غصبا عنهم من دون ما يدروا باللعبة. بس حاليا اللعبة انكشفت والكل صار بيعرفنا، وصارت أدنى مشكلة صغيرة بتصير جوا البلد ولا براته دغري بتوقع بظهرنا نحن. العيون كلها مفتحة علينا، اللعبة انكشفت ووعت الأقنعة، وأنا خايف إنه تكون نهايتنا قربت وضعنا. صار كتير خطر، وكل الناس اللي اعتمدنا عليهم تخلوا عنا، وإذا استمر الوضع هيك كل الحصون اللي عمرناها لتوقف بوش الديمقراطية والانفتاح رح توقع فوق روسنا. ووقتها بظن إنه رح يكون في كتير جهات تتمنى تضربنا الضربة الأخيرة. يا سادة، نحن لازم نعتمد على تحسين صورتنا بالإعلام. الفضايح اللي عم تصير على صفحات الجرايد عم تكشف وراءنا وتضعف موقفنا وبتخلي الرأي العام ضدنا. الرجال اللي اعتمدنا عليهم بلشوا يبيعونا واحد ورا الثاني، وكل واحد منهم عم يدور على مصلحته، وبيجوز يحاولوا يبتزونا كمان. لهيك لازم نوقفهم عند حدهم بقى، وكل واحد لازم يعرف حجمه. في شخص واحد واقف ورا كل هالشي وكلنا بنعرف مين بيكون، لهيك لازم نعرف كيف نسكته بالأول. هي مو أول مرة منمر بهيك أزمة، إذا ما تفاهمنا معه رح يحكي، ووقتها يا سادة أنا خايف كتير من اللي بده يصير. إيه، لأنه يلي بده يصير خطير وخطير كتير. سيدي، بدنا خطة واضحة لتغير الجو العام بالبلد وتقوي مراكزنا. الخطة جاهزة وعم نستنى التنفيذ. فرصتنا بحملة الانتخابات اللي رح تصير لازم نستغلها ونغير الوضع لصالحنا. رح ننشر رجالنا بكل مكان، ووسائل الإعلام اللي دعمناها لازم توقف معنا وتنفذ سياستنا، وبدنا نخليهم يركزوا حملتهم على الحزب الحاكم وتراقب رجاله خطوة بخطوة، وتستغل أي غلطة وتنشرها فورا وتحاول تضخم الأمور. ووقتها إذا طرحنا أي فكرة رح يسمعوها الناس. يعني رح نستغل أي غلطة قد ما كانت صغيرة ونحاول نستفيد منها. سيدي، أنا بقترح كمان إنه مو بس نعتمد على رجالنا لتطبيق هالشي، بدنا ندور على ناس جديدة من قلب البرلمان ومن الأحزاب التانية الموجودة بالساحة، ونحاول نكسبهم لطرفنا من دون ما يعرفوا مين نحن. ورح تدعمنا وسائلنا الإعلامية والإنترنت بحملات دعائية منظمة. يا سادة، هي الخطوة الأساسية اللي بدنا نعتمدها بسياستنا. الخطوة الثانية بدنا نركز جهودنا على الطبقة الوسطى مثل الموظفين ورجال الدين، ونشوف توجهاتهم ونحاول نكسب هالناس لطرفنا. لهيك لازم نستغل الصحافة والإعلام بشكل صحيح. انت بتؤمر سيدي. نحن بلشنا بالخطة وعم ندور بأرشيف كل الجهات لنستفيد منه بخطتنا. دور منيح، أكيد رح تلاقي شي. بيقولوا تاجر المفلس بيبلش يدور بالدفاتر القديمة. وإذا سمحتوا أنا حابب ضيف اقتراح صغير. برأيي لازم يكون مخططنا شامل لكل منطقة الشرق الأوسط، مو بس للبلد يا سادة. إيه، مثل ما بتعرفوا الشرق الأوسط مقر العمليات الخاصة. ليش انتم مفكرين انه ارتفاع وتيرة الارهاب والتوتر بدول المنطقة مجرد صدفة؟ لا، المنطقة فيها امكانات وثروات هائلة، واذا استقر الوضع رح تستغل هي الدول امكاناتها وتصير دول متطورة. لهيك الدين والثقافة والقوميات هي خيوط لعبتنا، وبدل الاستقرار لازم تفوح ريحة الدم بالمنطقة. وبالفترة الأخيرة كنا مشغولين بوضعنا وأهملنا التنظيم شوي، وهذا غلط. سيدي، التهديد الكبير اللي عم نواجهه مو عدد الإرهابيين اللي عم يموتوا، التهديد هو ضعف الانتساب للتنظيم. لازم نتصرف ونرفع هاي النسبة، لأنه هذا الشيء هو اللي بيقوي التنظيم. وأكبر تحدي بيواجهنا هلأ هو إنه الحكومة عم تحاول تتقرب من بعض التنظيمات. الحكومة عم تحاول تكسب تعاطفهم، لهيك عم تتعامل معهم بطريقة ودية.
ونحن كتير خايفين انه هالشي يأثر على اتجاه التنظيم. نحن عم نشجع القتل والإرهاب وسفك الدم، بس الناس الوطنيين والجهات الوطنية عم تشجع الإنسانية والتآلف والديمقراطية. وإذا انتشرت هي المفاهيم بين الناس وبلش الكل يآمن فيها عن جد، وقتها رح ننتهي نحن. وللأسف نحن ما عاد فينا نتحكم بالبلد مثل الأول، وهالشي صار مستحيل. یک طرفی سیلا، یک طرفی نکن بافین. یک طرفی گفتن دیلا. بافین نیست میگویم. با تو میگویم دیلا یک طرفی. این آدم حیاتی مرا سوزانده است. تو میدانی که چند خونه را ویران کرده، چند نفر را به قصد رسانده است. مگر این کارهایش به جزا میماند. سرده اگر او رو فرانی تو هم مثل او قاتل میشوی. چی کار میکنیم؟ همینجا مانده میرویم؟ نه، او رو به عدالت میسپاریم. جنابان işte جنابان چی میخواد؟ چرا فریاد میکنی؟ این دکتر در اینجا چیکار میکنه؟ شاید او چیزی گفتن میخواهد. فرزندانمون ما را انتظارم. این دفعه ما را نگاه داشتن نمیتواند. رفت جنابان ایسته نروید. ایستا میآیند نفرا. ایسته میگویم جنابان. جنابان نروید. صبرو علا نجینام جدو حالی برچانم چاره شدسته لوری İşte canavar! Naravet! دام رو ویران کرد. مردم رو پرانه مادر خماش روی راستانها رو پرانده نمیتوانیم به عقل. قرارگاه با آن حریفا شرطنامه بسته است. باید سلاح ها رو گرفته اسیرها را میدادیم، برای همین دام گذاشتیم. اکنون کاری کرده نمیتوانیم. رفته دکتر بیاید زودتر. باز سرگاه بالا آمده. قماندانمون هست. با سربازان روبرو شده. در اینجا خوابانید. بردار آهسته با ما باید گذارید. شد میتوانید برایید. این رو هم برید. اوه به من راستش رو بگی دکتر. من میمیرم. کاری از دستم اومده رو میکنم قماندان. من انسان زیادی کشتم. تنها سرباز و مردم عادی نه، حتی جنگاورانم را هم کشتم. زخمی ها با ما دردی سر میشوند گفته همه اشان را کشتم. اما حالا باشد در اینجا گفتن دین نیست، ایمان نیست، همش دروغ است.
یعنی من اکنون خاک میشوم هنج میشوم همین طور خودت رو مونده نکن قماندان صحت میشوی با وطنگوی مرا به دهان فرستاد در آنجا مردن میخواهم در خاک مادرم توبه کردن میخواهم میلش قماندان با وطن میگویم تو را فرستاد صدایت را نبرار دختر چی میخواهی؟ دلودر کجاست؟ با او چیکار کردند؟ نمیدانم گپ زن وگرنه رحم نمیکنم او را به نزد پیشوا فرستادند از آنجا گریخته است پس در کجاست؟ همین قدرش را میدانم زیلا بسیار میشوی تا با دیها رسیدن هم طاقت کن من خوبم اگر خودم را نمیپرتافتم مرا میکشتند با تو گفته بودم که صحت میشوی زیلا خدایا شکر همه فرزندانشان را یافتند چه خوب است کاش فؤاد هم صحت سلامت برگرد میآید آقای مسلم شما فوات نشید با تو ناحقی کردیم هم ما و هم فرزندانمان را از مرگ نجات دادی خدا از تو راضی باشد استغفرالله چیزی گفتم نمیتوانم بکر فرزند است صد شکر که در آخر همهشان صحت سلامت رها یافتند مهم همین است فؤاد میآید فؤاد دیگر فؤاد میآید انا فؤاد هم میآید میآید فؤاد من گفته بودم آقای مسلم خوب هستی فؤاد جان خوبم خوب شرف مدیا تقدیم میکند با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از لوحه نو خبر شوید چیکار کردی فؤاد یگان چیز فهمیده توانستی اپاد زنده است جلماز خدا شکر خب وای در کجا بودن در کجا سلیمه در کجا بودنشان نمیداند اما از دست تشکیلات رها یافته است چرا حالا هم برنگشته است حاضر میویم برفین مایلش سرده مجده من برفین هستم تو نمرده ای؟ از قبر برآمدم سینان برای تو برگشتم سرده سرده این دفعه بر نمیگردی ابله سرده تو یک شانس سرده تو رو میکشم چه کار میکنی ها؟ او را سرده سیمون سرده بگر نمیپرانم نمیتوانی دلو تو کسی را پرانده نمیتوانی با من ده نفهمه برفین برفین نکن برفین آخر ما مصلحت کردیم ما مثل او قاتل نیستیم سرده خد میگویم
من چیکار میکنید؟ تو رو به آبی کلان برده به دست قوه های امنیت میسپوریم. تو چی ها میگویی دیلا؟ مرا در آنجا میکشند. نزدیک نشو. میکشند. نزدیک نشو. چی از مردن میترسی ها خواهین؟ راهگر گفتم زودتر زود نجوم. زود مجده زیلان تیر رسیده گذاشته است. تقدیرت بلندی کن. خدا نگاهت داشته است دخترم. برای کودکان جانش را در خطر گذاشت. خدا از تو راضی باشد. با کمکت کودک ها رها یافتند. طاهر پسرم، ظریفه و رجب را در خانه شما جا کردیم. خلیل را به خوابگاه بردیم. مایلش امکی امید، سلامت باشید. خوب پسرم. یلماز گوش میکنم زیلان. سخنهای به من گفته با فکرم برای دردمی مرگ بودنم بود. گفته هایم درست بود زیلان. یعنی این بگو خانه دار میشویم؟ همین که رئیس کارها را به آخر رساند خانه دار میشویم. راهگر چی میخواهی؟ مگر من حیوانم ها؟ از حیوان هم بخری. با من گوش کنه. با آب کلان نرسیده آدمانم شما را دستگیر میکنم. حالا گوش میکنم میکشم. باز این دیوانش نمیرسید. سفر این هستی تو زنده هستی. گفتن تو مردی. این تو در اینجا چیکار میکنی؟ از خونه که یخ میکنی؟ زنده مجده میگیرم. این دردی سرش از کجا پیدا شد؟ از خاله زیلان مجده میگیرم. گم شو بابلا رو مجده میگیرم. تنها نرم. تو را پوست میکنم اویست را. راهگر بودم راهگر. حالا ایستابلا. خیرت یکان جشن داره؟ کودکان هم نجازادن پدر. چی جای خودسدی دارن؟ به این هم تشکیلات آنها را رها میکرد. اصلی کاری در نداره. اون باطن خوین همه رو به طرف مینه ها جیغونه. خیرت آقای طاهر سری وقت رسیده آمده همه رو نجات دادن. یعنی دکتری با قهرمان است. آمادگی چی است پدر؟ این بگاه نگاه میشود. تو چی کار داری؟ برای تو آمادگی میبینم هم میرسم. ای کاش تو رو هم یکان کس میگیریم. با جنابان مصلحت کردیم. در همه ایده ها گروهی محافظان تشکیل میشود طاهر پسرم. تو حق است دکتر. همه یک جای شده بر ضد تشکیلات برمیخیزیم. فرزندانمان را باشد به مکتب میفرستیم. صد شکر. دروی یگانه اینجا مکتب است. لیکن مشکلی هست. سلاح نداریم. باید از جناب سبا سلاحهایمان را پس گیریم. ما کاری در عهده‌مان بوده رو میکنیم دکتر. اول در کجا پنهان بودن این سلاح را باید فهمیم جنابان. اما که زیکا به ما کمک میکنند. زود به زیکا مکتوب نویس. من آن را میفرستم. با خیر از جنابان مجلس دارید. در خصوص سلاح ها باشد از تو خبر رو داریم دکتر. راهتان سفید باشد. خیر تو بزدید. چه گپ است ها؟ چه خیل سلاح؟ راهتان سفید جنابان. جنابان چی کار میکنه؟ چه خیل سلاح؟
چی شد؟ ها یلماز کاری نکات حل شد. قیدی برفین رو انکار کردم. میتوانیم نکات را گذرانیم. مایلش رئیس. ها طاهر باز این آمد. از دادگاه برای برفین آمده است. مرافعه برفین با آخر رسیده است. او تماما بیگناه برآمده است. دختری بیچاره به این هم بیگناه بود. دختری من پاک بود. چی شد؟ با فکرم نکاح را فراموش کردید. با من نگاه را یلماز با خود بیا ایستا با خود بیا یلماز ایستا با خود بیا یلماز گفتیم با من آرام شو ایستا شو باز اینجا ایسته نکنه. این بگاه نگاه را میگذرانیم. رئیس برای همین آمده بود. کنین را برو رم از این جزا. خدا به ده نزدیک آمدیم دیلا. بله همین تیپه رو گذاریم به ده میرسیم. خدا خواهد تا نماز شما میرسیم. به تو گفته بودم مرا سردی هرلم. اگر حاضر داد زنم آدمانم جمع می شود. خیلی داد زن آخری فریادت می شود. این تب را همون را دوام داده نمی توانیم. خطرناک است. مجبوریم تا تاریک شده انتظار شویم. مایلش خوب. کارهای خانه بسیارند پسرم. با این احوال کار کردن نمی توانند. من رفته گلی را بیارم یک جای تا بگاه همه را آماده می کنیم. من خودم میکنم. کسی را زحمت ندهید. بیا پسرم رفتیم. خاله زیلو مجدکنی مجدکنید خاله زیلو مجدکنید کنیسا چی مجدکنی است؟ به خانه اتان رفتم نبودید. در آن جای گفتن شیرینی دارید. شیرینی میخوری کما؟ فهمیدم. کنی گوی چی خبر داری؟ دخترتان را دیدم. برفین را دیدم. در برش سینان بود. همشیره هم بود. سینان را دستگیر کردند. این دیوانه یبلا چه هم نگوید؟ ای دیوانه یبلا اگر 40 سال فکر کنم هم این کسیلوش رو بامسه نمیتوانستم. باز سینان رو سردانش کاش گفته هایت حقیقت می شده. شیرینی نمیدید. شیرینی برمیدینم. آخر دردی دیوانه شیرینی است. کاش راست میشه. رفتیم.
به دست این دختری دیوانه نگذار. تو حق داری که به من رحم نکنی، لیکن اگر مرا به سربازان سپاری مرا میکشند دیلا. تشکیلات هم مرا زنده نمیگذارد. دمت رو گیر، بهوده گپ نزن. روزهایی را که به من زاره میزدی زود فراموش کردی ها؟ دیوانه. فراموش نکردم، من زاره کردم، تو رهایم نکردی. لیکن من با انصافم، تو زاره بکن من رهایت میکنم. کاش به دستم افتی ابله، پارت میکنم. این دفعه تو را میکشم، پارت میکنم ابله، پاره. حالا ایست بیا. انا اینم بهتر. دیلو، در نبودن من در ده چی واقع شد؟ مادرم و اکای یلمازت چیکار میکنند؟ تو رو خیلی پزمون شدن برفی. یانگام زینب چی؟ سلامتیشون چی طور است دیلو؟ دیلو چی شد؟ یانگات بفوت کرد برفی. چی؟ زینب مرد؟ چی طور مرد دیلو؟ یا اینکه این خواهین او رو کشت. برفین آرام شد. زده من او را میکشم، مردش را سگا بخورم. نمیشود برفین، ما مثل او قاتل نیستیم. خوش آمدید. مبارک. تشکر. خوش آمدید رئیس. خوش باشید. مرحبا. مبارک شود. تشکر. مبارک باشد. مبارک شود. تشکر. پسرم تو به نزد مهمون ها رو. مادر. یلماز پسرم، از این پس برفین را در قلبت جا میکنی. زیلان را هم غمگین نکن، بیچاره غریب است. اگر تو او را عذاب دهی از تو ریزو نمیشوم. چشمانت را پاک کن. بیا، حالا نکاح شروع می شود. یلماز، مگر نکاح به داماد می شود. بیا. صد شکر رسیدیم. بله، با خدا خیلی پزمان شدم. سینو خیز گفتم ایستا سینانی فقط نمیپرانم. به این همه خاطر دیلا نکشتم، خودم میپرانم. خیز گفتم راه کرد گفتم.
شاید از اون تکیبی باشم راه کرد زودتر باش زود گفتم راه کرد لده برانا گنده مد دوره دبلینگا دل خود نبینم گل سوسن سار نایچوی تو دخترم زلن دختری محمد با یلمز پسری مصطفی خاندار شدن نمیخواهد امان بله لدوره ویرانا گنده مل برچیارد برا مخواد دکم چاوی قرا برین سرا لیل دینه تو چاره سر دلم تو یلمز پسر مصطفی با زیلن دختری محمد خاندار شدن میخواهی؟ کسی که نبینه امان 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 گدی جانه لیله گدیله گنده مدور البرچه یارد برا ما خواهد کم چاوه دره برین عمر رو خیلی پزمان شدم اگر خواهی یک درویی تو که سکین حوینم لمن دل ندی سر دل خلو خوبی ترای هی لیله دینه گنده من دور البرچیای رد برای ما خواهده دکم چاوه گریب اول او را سپاره بعد می آییم ما خواهده کم من تو چاره دل ندی سراتی من نشد سر دلیلو خوب ترای ویلا گدی لولو گدی لولو گدی لولو لولو گدی لولو لولو گدی لولو لولو گدی ترای وزیرو کی پوزه پول پوسوار بم بتر مالا باوه تپیابم لیله رو کی پوزه پول پوسوار بم بدر مالا باوه یلمز با تو گفتم یا اینکه خاندار شدن نمیخواهی چاوه منی ما خواهده دکم تو دیرگا دل منی لیله دینه تو زمانه دو منی این کارو با تو سپاریدن الدو اپای دیلا راه کرد کاری گذر شین شین خدای توبه الدو نترس الدو با تو چی شد؟ چی میشد؟ ارواح رو دیده است الدو مادرم و یلمز در کجاند؟ شین شین گفتم شین الدو زبانت را فرو بردی گپ زن در کجایند؟ به فکرم
در خانه‌اند. مبارک باشه. تشکر دکتر. تشکر. اکنون اونها رو به حالشان گذار. تا زمانی که یلماز یگان بالایی نکند آنها رو به حالشان میگذارم. خوش بمانید. با ما اجازت. خیلی راهگر. مبارک شد. تشکر. خوش بمانید. مبارک شود. خوش بمانید. تا بازدید دختر. تا بازدید. خوش آمدید. یلماز این بیگاه عمر با من ماند. مایلش مادر جان. در آشخانه خوراک هست. گرسنه نشنید. تشکر مادر جان. بیا رفته یگان چیز خوریم پسرم. مادر من به نقطه تیبی می روم. مایلش من به همانجا می آرم. بیا عمر. تو خودت رو زیر نکنی یلماز. خوب طاهر. تشکر. یلماز رخت خواب رو آماده کنم. آمدم آقای طاهر. دلا صدشکر که رهایی افته ای. تو رو در اینجا دیده حیران شدم. اکنون زیادتر حیران می شوید. اکرهت آمدم. اکا جون ما فکر کردیم که تو مرده ای. مادرم خیلی خرسند میشم. بله کنی بینیم یلماز چیکار میکرده باشد. یلماز در کجاست آقای طاهر؟ آقای دکتر با این چیکار کنی؟ با چی الدا نفهمیدم. چی نگفتید؟ به شما قاتلی انگم را آوردم. دیلا گفتی او را سینان کشت.
جان. او رو کشتن میخواستم اما جلو نگذاشت. شین از جای نجوم اگر نمیپرانم. خدایا هیچ نشم است. دلو تو چی دور راه یافتی؟ برفین تو از اون سختار چی دور سیاحت برآمدی؟ سینان رو چی دور دستگیر کردی؟ همش رو میفهمونم اکا. اول به نزد مادرم و یلماز رویم. مادرم خیلی خرسند میشود. اکا از ما چیزی رو پنهان میکنید یا اینکه با یلماز یکم واقعا شدنید؟ با یلماز چه شده است؟ خدایا این خواب است. دخترم مادر جان مادر جان مادر جان مادر جان خوب نیست. این من دخترم جانکم بلو رها شدم خونه دیلو. مادر دخترم مادر خدا را شد. مادر جان خوب هستی؟ مادر شما خوب هستی؟ دخترم من تو رو به خاک سپاریده بودم. مادر جون گریه نکنه. دیخ نشده. بیاید به نزد یلماز میروید. مادر جون چرا خاموشید؟ وقتی که یلماز گفتم اکام هم خاموش شدن. شده از ما چیزی رو پنهان میکنید یا اینکه با یلماز یکم واقع شده است. خدایا چی شد؟ یا که اون مرده. خدا نگه داره دخترم این چه خیلی گپ است. این طور باشه چی را پنهان میکنید؟ از بحری خدا گپ زنید مادر جون. چی طور گفتنم رو نمیدونم برفینم.
رفتیم در درون گپ میزنیم. گوش کن زیلان، این شب من در درون خواب می روم. لیکن با من گفته بودی که میدانم سخنهایم را در یاد دارم، اما یک مدت التماس مرا بفهم. یلماز، مقصدی من جای برفین را گرفتن نیست، لیکن بدون که تو شوهرم، صاحبم، خوجاین من هستی. برای من وقت زیلان و تو وعده میدیم که عائله حقیقی میشویم. تو را همچون همسری خود قبول میکنم. با من کمی فرصت ده. یا اینکه با یلماز اگم واقع شده است. گوش کن دخترم، ما تو را مرده پنداشتیم، همه همین طور فکر میکرد. یلماز جسدی سوخته را در آغوش گرفته خودش را برد. وقتی همین طور شد یلماز خونه دار شد. برفین خونه دار شد. لیکن این چطور می شود خالای زیرول؟ مادر جان، شما چه ها می گوید؟ یلماز این کارو نمی کند. برای خونه دار شدنش مجبور شد برفین. با که خونه دار شد؟ یک دختر با نام زیلان. یلماز در کجاست؟ در کجا هست؟ ایستا دخترم، برفین ایستا. شما چطور به یلماز اجازه دادید آقای طاهر؟ چنانه که تو فکر میکنی آن طور نیست بلا. دکتر، چه فاجعه عائلوی رخ داد؟ سبب همه اینها تویی سینان، تویی. اگر به سرتون سنگ هم بارد از من میبینه دکتر. با بدی هایی کرده حیات آدمان را محو کردی. جزای همه آنها را میبینی سینان. الدا محافظان رو جزم تا آمدن قوه های امنیتی سینان رو در نظارت خانه نگاه می‌داریم. خوش است آقای طاهر. مرا به مردمی دهن اسپار دکتر.
مرا میکشند مرا میکشند. چطور به من روا دیدی یلماز؟ این طور نگوی برفین، این طور نگوی دخترم. اکنون چطور او را بخشم مادر جان؟ من زنده برگشتم اما اون زن گرفت. من دادرم رو میدونم، او با برفین خیانت نمیکرد. یلماز را چشمی دیده ندارم. یلماز خوین است. برفین چنانه که تو فکر میکنی این طور نیست و تو همش رو میفهمم. بیا دخترم. چی شده است؟ یگان زمین جو می شده؟ دیلا با دیها آمده است پدر. پو به من چی؟ از دیلا با من چی فایده؟ مرا برای همین بیدار کردی. برفی؟ من گفته بودم که اون دیونه راست میگوید. نخواد؟ این دختر سجون دارد. باز از این هم مهمتر برفین و دیلا سینون رو دستگیر کرده و دیها وردند. تو چی ها میگویی؟ با خدا درست میگم پدر. رفته خودتون بینید. با من دیگر اگر دروغ باشد تو را میکشم. ببینی دکتر سینون رو به محافظان سپریده است. اون رو در نظارت خونه است. کنی برای من لباس را پوشم؟ مراد آن سینان نوبکار در درون است؟ بله امک امید. کنی بیاید به درون درویم. تو ایستا اینجا رو نظارت کن. قاتل دخترم توی کنی اینجا بیا. ابلهی به ناموز تو را میکشم. پاره میکنم. آنو به تو میکشم. اما که امید میکشم اون را. اما که امید پس است اما که امید اینجا نکنید ایسته نکنید اما که امید تو دخالت نکن باهر. منو میکشد منو میکشد اما که امید اینجا نمیشه مردمی دهنه اما که امید مردمی دهنه آمده این بشرف مردم ظلم زیاده کرده است. ما او را این طور نمیمانیم. من او را میکشم. اما که امید این طور نمیشه. این خونه زینبم در زمین مونده. اما که امید سینان آخر از سری ماست. بجانی او ما جوابگره. تا به سربازان سپریدن اما سینان در دست ما میستد. شنیدید رئیس؟ فهمم شنیدم دکتر. من این کار رو این طور نمیمونم. اما که امید بس سردهت مرا سردهت. رئیس یکم کار کن. آخر مرا نجاته. نیست آخر. ابله تلفنش را نمی بردارد. در قرارگاه هم نمی نماید و سرش بالای نامده باشد. مگر کودک است، قماندان است. و سرش چه همی آمد؟ گفت زن. تو چی ها میگوی رئیس؟ سینان در همونجاست؟ باور کن باطن سینان از این افتاده است. دکتر او را به سربازان بردن میخواهد. خاموش میکنم نفری میگوید. سینان را در کجا نگاه میدارند؟ جواب ده آخر. با سینان چی شده است باطن قماندان؟ دستگیر شده است. در آب کلان است.
به سلاحم. چرا انتظاره؟ هجوم میکنیم با تن قماندان. راست میگی ایتین. گروه رو جمع کن و زود با راه میبرویم. این دفعه اونها را از تولد شدنشون پشیمان میکنم. فهمم. پدر چی بگویی؟ چی کار میکنید؟ هیچ چیز تلفن ویران شده است، اون رو تعمیر میکنم. ها ایستید من میبینم. تو کاردار نشو. با تو چی؟ وقتی من ویران گفتم ویران است. کنی رو از دور شو. دخیل نیست. اوه بیا دکتر بیا. مرحمت. به سربازان خبر دادید رئیس؟ خبر میدادم اما این تلفن لعنتی ویران شده است. باور نکنی بیا ببین. برای چی این تلفن همیشه ویران است؟ وای دختر تو چی ها گفته ایستاده ای ها؟ آی شما راتیا داشتید؟ آوه چی شد؟ راتیا ها گم شدن رئیس. سلاح هم نداریم. باید هر چیز زودتر به سربازان خبر دهیم. تو خواطر نشو دکتر. همین که تلفن به کار در اومد قزبان رو من به نظر میفرستم. مایلش. دکتر برفین به ده برگشته است؟ بله. یولمرد رو با دختر نکاح کرده. برفین آمد. اکنون چی میشود؟ نمیدونم رئیس. من این تلفن رو از ویران کردن بیزار شدم. آنها باشد از پرسیدن نمیمونند. قزبان تو را کشتن لازم. یلمز صبحانه میخوردی؟ آماده است. نمیخواهم زیرم. تشکر. چه حال داره ناخونه داره؟ تشکر قزبان خوبیم. مایلش تو بدرون دارو. اکنون برنج را از سنگ جدا میکنی یلمز. تو چی گفتن میخوایی قزبان؟ البته تو بازن این نوت مشغول شده از واقعه های دیه بیخبری. اپاد به دیه برگشته است. دیلا به دیه برگشته است. خودش تنها نه برفین هم به دیه برگشته است. چی؟ برفین گفتی؟ همین خیل برفین نمورده است. تو با من بازی میکنی قزبان؟ برفین مرد. من با دستان خودم به را گارانیدم. چرا داد نزنی؟ برفین در نزدی مادرش رفت خود بیر. یلمز کنی بینیم اکنون برای برفین چطور نگاه کرده باشد. پسر چه حال دارید؟ تشکر خاله جان. با کمک شما صاحب خانه هم شدیم. به مادرت سلام گوی. اگر یکان چیز لازم شود شرم نداره پسر. مالش خاله جان. از شب بازارم نگرفتی. گریه کرده نشستی. برفین دخترم مسئله رو فهموندم آخر. یلمز گناهی ندارد. به خدا همش رو ما کردیم. یلمز نخواست. دلمون با دختر سوخت. ما رو مجبور کردیم. برفین نه حتی گوش هم نمی کند. ناحق هم نیست خدای جلال. ارزوی او با شما یک جای شدن بود. اگر خرسندی او رو وقتی به اینجا اومدن می دیدید کاش هیچ وقت نمی اومد و این حال رو نمی دید. اکم می آیند. اپا جان شکر که برگشتی. چه حال داری اپا؟ خوبه. تو چه حال داری یلمز؟ با این احوال چطور خوب شده میتوانی؟ برفین
الان من چیکار میکنم اپا؟ برفین خیلی غمگین شد. وقتی به دیه اومدنش چنان خرسند بود. اکنون نمیدونم این رو چطور قبول میکند. بیا عمر. برفین در درون است بیچارم. به نزدش روم. برفین تو در انبار بودی. وقتی تو را یافتم سوخته بودی. چقدر عذاب کشیدم. چقدر برای تو اشک ریختم. بس از یولمن دیگر گپ نزن. برفین اینطور نگوی. من تا آخرش فهمانم. باور کن من گناهی ندارم. چطور شدنش را من هم نفهمیدم. این دختر از پیشم برآمد. اکاش او را میکشت. حالش خیلی بد بود. از یک طرف تشکیلات، از طرف دیگر اکاش. به خدا برای رفتن یگان جای نداشت. تو باشی با او خونه دار شدی همینطور. گویا که مرگ مرا انتظار بودی. روزایی به من وعده دادت را فراموش کردی. آخر وعده دادی که اگر به من چیزی شود دیگر رو نمیبینی. آیله دار شدن اون طرفیست. روی دیگر رو نگاه نمیکنم گفتی. آخر حالو چیلم رو هم نداده اما انتظار نشدی اومد. برفین اگر تو میمردی من تمامی عمر شوهر نمیکردم. از تنهایی میمردم هم شوهر نمیکردم. هرچی نباشد به تو خیانت نمیکردم. برفین گوش کن. رفت همسر رو منتظر نکن. فکر کن که من مردم. فکر کن که اون شخصی گرانی درد برفین بود. برفین لطفاً مرا گوش کن. آخر اجازته با تو فهمانم. هیچ چیز رو شنیده نمیخواهم. دف شده رفت از اینجا. رفت و نزد همسر رفت. مرا فراموش کن فراموش کن. برفین در را کشا. مرا گوش کن برفین. من گناهی ندارم. از برای خدا در را کشا. کشا آخر. خدا من گناهی ندارم برفین. برفین در را کشا. برفین من گناهی ندارم. کشا در را برفین. یوم سرم آرام شد. مادر را فهمانید. برای چی آیله دار شدنم را فهمانید مادر؟ همه اش را فهماندم پسرم اما او به گپهایم گوش نمی کند. این چه خیلی کار است مادر؟ اکنون من چی کار میکنم؟ من هم حیرانم پسرم نمیدونم. من با رفیقانم بازی میکنم اپا. مایلش عمر. خسته نباشی. تشکر. مرحمت به شما کی لازم؟ من دیلویم. اپا یولماز هستم. همین طور. خوش آمدید. صد شکر که رها یافتید. بیایید مرحمت به درون درآیید. به شما خوراک آماده کنم. شاید گرسنه‌اید. نه خواهر. تشکر. اپا خفه نشوید. یعنی خیلی سر و سیمه وار شد.
агар Юлмаз бо ман хонадор намешуд, акам маро мекушт. барои ӯро хушбахт кардан ҳарчи аз дастам ояд мекунам. яъне медонам ҷои барфинро гирифтан наметавонам, аммо به این هم گرفتن لازم نمی شود چون که برفین زنده است. برفین زنده است؟ دیلا برایت خوراک آوردم سینون. من خوراک خوردن نمیخوام دیلا، به من کمک کن. اگر در دهه مانم مرا میکشم دیلا. معلوم می شود که راست بوده است. آخر به دستمان افتادید سینان. یلمز؟ بله یلمز. یلمزه که تو او را بیشرف گفته بودی. یلمز ابله تو را میکشم. میکشم تو را ابله. میکشمت. به ناموس حیاتم را سوزاندی. همسرم را از من گرفتی. به ناموس تو را میکشم. میکشم تو را ابله. به ناموس میکشم تو را. ایستو یلمز. تو چی کار میکنی یلمز؟ من این به ناموس را کشم آخر. ایستو یلمز، مگر این به ما میزیبد؟ اگر بابا هم میبودن همین خلقت رو میکردن. تو چقدر عذاب کشیدنی من رو میدانی؟ من چطور با آنها طاقت کردم میدانی؟ ابله نابکار تو رو میکشم. میکشم ابله. یلمز میکشم. یلمز بخون. آرام شو آرام شو. یلمز آرام شو. یلمز آرام شو. چرا صدی رو هم میشوی طاهر؟ چرا این دست میکنی؟ مگر او حیاتی مرا نسوزان، حیاتی مرا نابود نکرد. اگر چنین رفتار کنیم از سیله‌داران چه فرق میکنیم؟ حاضر سینان را مانید. از نمک زیکو خبر آمد. جناب سبا برای تقسیم کردن سلاح‌ها به راه برآمده است. خبرهای به تو رسیده درست بوده است. سینان در آب کلان اسیر افتاده است. در راهیم جناب سبا. بعد از 1 ساعت در آب کلان میشویم. سلاح‌ها در دست تو اند. یگان خطاگی نشود. نه راحت باش، در دستم هستند. سلاح‌های محافظان رو به قرارگاه میبرم. یعنی دهابی محافظ است. خب اکنون کنی با موزیدیت نشان دهند. زودتر راه گرده. محافظان و دختر رو یک یک میکشم. ایست دختر؟ سلاحت را پرتا. شما چی کار میکنید؟ در دست تو امانت‌های ما. برای گرفتن آنها آماده سبا. سلاحت را پرتا. چی کار میکنی دکتر؟ دکتر ابله با من بازی بده کردی. این رو به خاطرت میارم. فراموش نکن دکتر. کنی راه کرده. زود باشه. رفته. اوه واه واه دکتر این سلاح ها را از کجا یافتی؟ اینها سلاح های خودمون هستند. از سبا باز گرفتیم. یعنی چطور؟ با سبا دام گذاشتیم رئیس. با زوری گرفتید ها؟ باور کنید از دست شما کسی رها نمی‌یابد. آفرین خوب کردید. دکتر انا اینها رو یافتم. چی؟ اینها سلاح های از انبار گم شدند. بمانده. اینها رو از کجا یافتی قزبان؟ همه اینها رو به خرابازار پرتافتند. از آنجا یافتم. قندت رو زن. آفرین قزبان آفرین. و تو هم احسن قزبان آفرین. این کاری طرفداران تشکیلات است.
با فکر من خیلی است. من هم سیلا میخواهم. دخترم تو هم محافظ هستی البته گیر. دخترم چی؟ بلنده. خدا او چیکار میکند؟ شما با این قدر سیلا چیکار میکنید؟ با دههای همسایه تقسیم میکنیم رئیس. اکنون با تشکیلات زد و خود کردن نگردیم. خدا عاقبتش رو بخیر گرداند. اون طرفدار مثل سلاح در اومد از گرتایی حاضر تو را چنان میزنم که عاقل زن به کارهای مردانه چرا دخالت میکنند. مرا در که بسیار عذاب و مشقت دادند. اکنون حسابم را از آنها میگیرم. بگیر. این دختر از حد گذرانده است. باید او را هر چه زودتر عائله دار کنم. برفین ایستا دخترم، نرو دخترم. برفین نرسد از من دور شوه. همه اتان مرا گرونیده مرده فکر کرده. برفین را مرده حساب کرده. یلمز این دفت کرد. شما چی دفت توانیسته؟ برفین دخترم. از این پس مرا دختر نگوید. از این پس شما رو نمیشناسم. برفین با جنابان در خصوص آمدن سلاح خبر دهید یلمز. مایلش طاهر خبر میرسانم. یلمز میدانم خیلی غمگینی، اما خودت را گناهکار نکن. هممون برفین رو مرده میدانستیم، فقط تو تنها میخواستی نفری رو نجات بدی. چیکار کردنم رو نمیدانم طاهر. باور کن حالا من هم نمیدانم، اما بیشتر راهی هست. اول مسئله سینان را حل کن، بعد با عصبهای آرام نشسته فکر میکنیم. مایلش بیچاره من شما رو میخوابم. چی شده است مادر؟ برفین میرم. بیچاره گپم رو گوش نمیکند. چی؟ از اینجا رفتن میخواهد. قربان نشوم او را رفتن نگاه داره. التماس او را برگردان. برفین 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 تو مرا نمیشنوی؟ مادرم را مرا پرتفته میروی؟ مرا مرده میپنداشته. بگذار همین خیل موند. برفین کاش هیچگاه نمی اومدم. کاش در حقیقت میمردم و خیانت یلمز را نمیدیدم. برفین یلمز گناهی ندارد. تنها برای حیات آن دختر را رها کردن آیده داشت. گوش کن، اگر خفه شوی حق داری، لیکن تو آنجا رسیدنی کار را کسی فکر نمیکرد. خیر اگر از یلمز خفه شده باشی چی طور من و مادرم را پرتفته میروی؟ نمیتوانم اکا، قوت ندارم، طاقت کردن نمیتوانم. خواهرکم برفین آرام شد. با مروری وقت همش خوب می شود.
همش را شنیدم یلماز. برفی نمرده است. به دیه برگشته. مادام شنیدی چرا حال هم در این جایی؟ راست میگوی به خدا. کسی که نباشد رو میگوید. من این خیل شدنش رو نمیخواستم. اگر حاضر رود تو رو هم نجات دهم گویم. لیکن جایی برای رفتن ندارم. خودت هم میدونی. اینجا تنها به مزار میرم. یلماز قربونت شوم مرا ترک نکن. بس است. مرا به حالم گذار. به حالم گذار میگویم. ببخش دخترم. با خدا دیده و دانسته نکرده‌ایم. تو را مرده پنداشتیم. یک بار برآمده آمدی. حاضر باشد رفتن میخواهی. خودت میدونی این از مرگت هم بدتر است. من چطور به این طاقت میکنم دخترم؟ گریه نکنید مادر جان. به خدا قسم خوردم دیگر اصلا شما رو ترک نمیکنم. دخترم سایه زود بیا. چی شده است؟ مردم جمع شدند. سینان را کشتن میخواهند. انشالله او را میکشند و از این قاتل رها میابیم. این طور نگوی برفین. او هم انسان است. شنیده برادران، این برنامه قاتل به سزا نمیماند. بعد این قدر گناه‌های کرده زیاده نکردن. بیاید رو این کارو نکنید. این کارو درست نیست. پراکم باشنید. پراکم باشنید بگویم. خواهش میکنم این کارو نکنید. یک طرف ایستید. آروم شوید. آروم شوید. سینان را به سربازان میسپارید. او را هاتو میکنند. راست میگوید. کنی به آدمی را بس کنید. با خانه هایتان برگردید. رئیس تو چی هم میگویی؟ قصد زینبم را نگیرم نامم حامد نباشد. آقای حامد این طرف نکنید آخه. آرامش ده را باید چی هم میگویی؟ روید از اینجا. روید از برای راه دیگه. یک طرف ایسته. آرام شوید. او رو نقصه و حس او رو نقصه و حس من اردیه. آرام شوید. آرام شوید. روید آخه. آرام شوید. اردیه. بادی خل گوشد مراد. خاطر نشا طاهر. بخیر است داری؟ مردم سینان را کشتن میخواهند. دکتر گپ زن. تلفن کار میکند. بیایید به سربازان زنگ زنید. آخر تلفن ویران بود. خطای تلفن را تعمیر کردند. تلفن به کار در آمد. راستی مراد بادی خل باش. خوب شده است. دختره که قصد جانش را میکردم مرا محافظت میکند. اگر اون میشد مرا پارا میکردند. باطنی به ناموز چرا نمیایی؟ چرا مرا رها نمیکنی؟ چرا؟
در ده قیامت قایم شد جناب سبا. باید سینون را رها کنید وگرنه او را میکشند. بیایید به ده میدرویم. رئیس را شنیدی؟ به ده در آمدن آسان نیست. محافظان همشون سلاح به دست ما را انتظارند. ایتن تو با 2 نفر پنهانی به ده درو. به نزد جمال رو. یک جای کاری کرده راه نجات سینان را یابید. رئیس باشه جای موافق را به شما میگوید. مایلش جناب سبا. بیایید رفتیم. سیفی سوا بیایید. بیا برویم. خوب. این دکتر به سرمون بلا شد. دهه خودش پس نبود که باز سرداران دیگر دهه ها را فریب کرده است. دهه های همسایه هم گروهی محافظان را تشکیل میکنند. دکتر نیت دارد تا ما را از دهه نیست کند جناب سبا. با این عمرش کمی میکند. مرگ دکتر نزدیک است.